چگونه با سیاست رفتار کنیم؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بر شما. مائده شاهزیدی هستم با یک ویدیو دیگه از موضوعات فن بیان و مهارت‌های ارتباطی. چطوری با آدم‌ها رفتار با سیاست داشته باشیم و در کارمون حرفه‌ای‌تر به نظر برسیم، فرد پخته‌تری به نظر برسیم، فرد با اخلاق‌تری به نظر برسیم. همه از بیرون وقتی ما رو می‌بینن بگن چقدر حرفه‌ای عمل می‌کنه، چقدر با اخلاق عمل می‌کنه. شما باید یک کاری رو خیلی خوب انجام بدید. اونم اینه که احساساتتون رو خیلی خوب مدیریت کنید و یا کنترل. این کار رو باید خیلی خوب انجام بدید. مثلا با یکی از دوستانتون دعواتون شد. شما باید فاصله بین عملهاتون رو خیلی زیاد بکنید. اون فرد شروع میکنه به کلکل کردن با شما و حتی یادآوری یک سری از خاطرات و کلمات و گفتگوها و یه سری از مسائلی که از قبل بوده و حتی منتظره که از شما بازخورد بگیره، فیدبک بگیره. اگر شما مدیریت احساسات و هیجاناتتون رو داشته باشید، در اصطلاح ما روانشناسا بهش میگیم هیجان مدار باشید، شما در حقیقت فرد پخته تری به نظر میاد. به نظر که میاد هیچ، اصلا شما پخته تر میشید و بهتر میتونید به مسئله فکر بکنید، میتونید توی شرایط بهتری تصمیم بگیرید وقتی که فاصله میندازید بین عملهاتون. خوب فکر میکنید و وقتی خوب فکر میکنید حل مسئله‌تون هم بهتر میشه، راه حل‌های بهتری براتون قرار میگیره و باعث میشه که تصمیم بهتری بگیرید. خب پس در عمل شما یک فرد پخته تر به نظر میرسید. پس حواستون باشه که توی مشاجراتتون، توی گفتگوهای کلامیتون، توی اون کلکل‌هایی که معمولاً خیلی وقتها بین افراد به وجود میاد، شما برای اینکه اون فرد با اخلاق و پخته تری به نظر برسید، حواستون باشه که فاصله بین عملهاتون رو کمتر کنید و مدیریت هیجان و احساساتتون رو به خوبی داشته باشید.